آموزش ویژگی آورفلو. آورفلو مثل اسکرول که کنار برنامه‌تون مثلا اینجا انقدر متنم زیاد هست که یک دکمه کشوی کنار کار من هست. من اینو میخوام داخل برنامه خودم اجرا کنم. برای این کار یه دیو آموزش دیو بذارم. مثال اولیه تگ دیو استفاده بشه. یه متن پیشفرض ما داریم لورم. وقتی من لورم بذارم خودش یک متن بزرگ به هم میده. متن آموزشیه که خود HTML داره. برای کارهایی که تمرینی هستش میتونین استفاده کنین، داشته باشین که دنبال متن نگردین. من لورم رو تایپ کردم، خودش به صورت خودکار به هم داد. برای که بیشتر از این باشه یه کپی دوباره ازش میگیرم، کنترل C پایین دوباره تکرارش کنم تا کارم بیشتر بشه. کنترل V، کنترل S رو میزنم ذخیره و بریم برای کارم. این متن منه، درسته؟ حالا اینو میخوام به صورت دکمه کشویی بیارم که داخل کادر باشه. برای این کار میام یک کلاس میدم به دیوم، کلاس یه اسم بهش بدیم. خب بریم داخل CSS، دات اینو فراخوانی میکنم. داخل این میام، اولین کاری که میکنم ویدشو مثلا بهش بدیم 50 پیکسل. این چه اتفاقی میفته؟ کنترل S بیام این طرف تا که قشنگ کارمون دیده بشه. یه ریلود. خب برای ادامه کار کمتر هم میتونیم بکنیمش. کنترل S اینجا یه ذخیره بشه. کنترل S هم یه ذخیره. کنترل S. حالا بریم اجرا ببین چه اتفاق میفته. خیلی کوچیک شد، بذارم 50 200 پیکسل یا 300. کنترل S یه ریلود. درست شد. حالا یک بوردر بهش بدم. بوردر 1 پیکسل سالید باشه، یعنی یک خط باشه، بلاک باشه. کنترل S یه ریلود. 15 پیکسل بهش دادم. چرا؟ کنترل S ذخیره یه ریلود. خب بریم یک بکگراند هم بهش بدیم. بکگراند کالرش این رنگ باشه، قشنگ میشه. بعد کالرش هم یه رنگ خشکی خودمون انتخاب کنیم، مثال قهوه‌ای. کنترل S ذخیره یه ریلود. میتونیم فونت سایز هم بهش بدیم. فونت سایزش 20 پیکسل. کنترل S ذخیره یه ریلود. ببین بچه ها، من بیش از حد بهش مد دادم ولی نصف کار من دیده نمیشه. برای اینکه دیده بشه میام اینجا میگم که آورفلو چی باشه؟ از نوع اسکرول باشه. یک
کنترل اس ذخیره. ببینید برای که کامل برنامه دیده بشه 200 پیکسل رو ست کنم. کنترل اس ذخیره، یه ریلود. اینم برنامه من. یه ذره بیشتر بهش متن بدم که نوار اسکرول برای من نمایش داده بشه. کنترل وی ذخیره. یه نمونه دیگه هم بگیرم. کنترل وی ذخیره، کنترل اس ذخیره، یه ریلود. ببینید اینم برنامه من. ویدشم یه هایت هم بهش بدیم. هایتش هم 100 باشه. کنترل اس، یه ریلود. پیکسل. کنترل اس، یه ریلود. خب ببینید یه ذره بیشترش کنم. 80. کنترل اس ذخیره. اینم برنامه من. میتونم 200 پیکسل کنم. کنترل اس، یه ریلود. ببینید اینم میتونم 200 کنم. حالا شد برنامه هم تموم شد.